سلام، اومدیم با قسمت چهارم از مجموعه ویدیوهای مرور گزارش دیجیتال استاتشات مربوط به آپریل 2025. توی این قسمت دو تا موضوع رو یه مروری داریم بهشون: بحث ارتباطات دیجیتال و خرید آنلاین. نمودار اول مربوط به استفاده از چت و پیام رسان هاست. اینجا میبینید درصدی از کاربران بالای 16 سال که از پیام رسان ها و ابزارهای چت استفاده میکنن. معیار استفاده هم هر ماه هست، یعنی در ماه از یکی از این ابزارها استفاده میکنن. میبینید از فصل چهارم 2022 94.5 بوده. فصل به فصل آمارا رو که میبینید تغییر آنچنانی نداشته. بیشترین جا توی فصل چهارم 2023 که 95.2 و کمترین هم فصل چهارم 2024 که 93.9. تقریبا اختلافی با آن ندارن و این اختلاف هم توی بحث‌های آماری چندان به چشم نمیاد. بعدی حالا اینو به ترتیب جنسیت اومده بررسی کرده. حالا کاربران اینترنتی که ماهانه از پیام رسان‌ها و ابزارهای چت استفاده می‌کنند به تفکیک مرد و زن و البته تفکیک سنی هم داره. اگه این پایین سن‌ها رو ببینید، خب هر چی سن بالاتر میره استفاده کمتر میشه. بالای 65 ساله ها برای زنان نزدیک 80%، برای مردا حدود 70%، ولی توی سنین پایین بعد بالای 95%، 96.7 و 96.4 برای 16 تا 24 ساله ها. اختلاف بین زنان و مردان توی سنین حالا پایینتر زیاد به چشم نمیاد، ولی توی سنین بالاتر اختلاف داره بیشتر میشه. مثلا بالای 65 ساله ها حدود 9% اختلاف دارن که این هم جالب توجهه، ولی توی سنین پایین میبینید تقریبا با هم اختلافی ندارن یا اختلاف معناداری ندارن. بحث استفاده از ایمیل که حالا چقدر مردم صورت ماهانه از ایمیل استفاده میکنن کاربرای بالای 16 سال، حدوداً 75%. حالا فصل 4 2022 72.5 بوده، فصل 4 2024 75.5. یک ذره ظاهراً توی این یکی دو ساله خیلی کم رشد داشته. علتش میتونه قابل بررسی باشه. حالا یه زمانی درست ابزار ارتباطی داخل اینترنت ایمیل بود، الان که این سالا انواع مختلف شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها اومدن، ایمیل چطور توی این یکی دو ساله رشد کرده. البته یه نکته‌ای که داره، سال 2023 به بعد 65 سال به بالا هم داخل آمار هستن. حالا این تأثیر داره یا نه نمیشه دقیق نظر داد مگر اینکه داده‌های تکمیلی داشته باشه. بحث حالا در درصد کاربرای اینترنته که ماهانه از ایمیل استفاده می‌کنن به تفکیک سن و جنس. همونجوری که میبینید هولوش 75 بین 16 تا 64 سال، حالا یکم کمتر از 75. خیلی بین زن و مرد اختلافی وجود نداره، فقط مگر مثلا تو 16 تا 24 ساله ها مردا بیشتر از 1% اختلاف دارن و بیشتر هستن، ولی بالای 65 ساله ها یکو استفاده از ایمیل بالا میره حجمش، یعنی بالای 80%، حدود 85% رفته. استفاده از ویدیو کال که حالا بین کاربرای بالای 16 سال توی ماه گذشته چقدرشون ویدیو کال استفاده کردن، که این هم حدود 35%. توی فصل چهارم 2024 یه کاهشی رو داشته، بقیه جا تقریبا ثابت بودن. کاهشش هم خیلی معنادار نبوده. حالا باید جلوتر بریم آمارهای سالهای آینده بیاد ببینیم واقعا روندیه یا صرفا یک نوسان توی رونده. همین آمار رو به تفکیک سن و جنس میبینید. توی سنین 16 تا 44 سال 3 تا سن، البته توی سنین بعدی هم کاملا مشهوده، اختلاف معناداری وجود داره و زنها بیشتر از مردها دارن از ویدیو کال استفاده میکنن. مشابه خیلی آمارهای دیگه هم هرچی سن بالاتر میره استفاده کمتر میشه از حالا این نوع جدید از تکنولوژی. حالا جدید خیلی نمیشه گفت، ولی خب بالاخره توی ارتباطات کمی جدیدتر از خیلی از روش‌های دیگه هست که حالا سن‌های بالا زیاد شاید استفاده نکنن. البته توی سن‌های پایین هم هنوز به نصف نرسیده که از ویدیو کال استفاده میکنند. و چیزی که اینجا گفته ویدیو کال در گوشی‌های همراهشونه، حالا اشاره نکرده از طریق پیام رسان هاست یا صرفا سیم کارت. فرض باید این باشه که پیام رسان ها هم اینجا مد نظر باشن. اشاره نکرده پایینش.
توی توضیحاتش. حالا بریم اسلاید بعدی. استفاده از ترجمه‌گر ابزارهای ترجمه آنلاین. کاربرای بالای 16 سالی که از ابزارهای ترجمه استفاده می‌کنند، این هفتگیه. اونایی که به طور هفتگی استفاده می‌کنن حدوداً 28%. می‌بینید توی همین 3-4 سال اخیر که آمارها گرفته شده، نوسان حول 28 یکم از 28 بیشتر. حالا فقط فصل 4 2022 27.5 بوده، توی فصل 4 2024 به 29% رسیده. حالا به تفکیک سن و جنس که میبینید، توی سنین پایینتر 16 تا 24 سال این حدود 36%، و زنها یک کم بیشتر از مردها استفاده میکنن، ولی از 24 سال به بالا این زنها هستن که کمتر استفاده میکنن و درصد هم به تدریج کاهش پیدا میکنه. سمت بالای 65 که میرسه حدود 10% میشه که از ابزارهای ترجمه استفاده میکنن و مردان هم 1-2% بیشتر از زنان. باز جای دیگه میبینید که مردان استفادهشون بیشتر. فقط توی این بازه سنی 16 تا 24 ساله که زنها بیشتر از مردها هستن. حالا وارد بحث خرید آنلاین میشیم. حالا یه اوورویو اینجا داده از کلیت آمارهای حوزه که حالا 56.1% افراد محصول یا خدمات آنلاین رو خریداری میکنن. 27.9% خاروبار و مواد غذایی روزمره رو آنلاین سفارش میدن. 11.3% اجناس دست دوم از فروشگاه آنلاین میخرن. 20.3% از سرویس‌های مقایسه قیمت آنلاین استفاده میکنن. احتمالاً چیزی مثل سرویس‌های تورو یا ایمالز داخل ایران باشه که حالا قیمت‌های مختلف اونجا هست رو مقایسه میشه کرد، یا حالا سرویس‌های مشابه دیگه. 15.8% هم از سرویس‌های حالا پرداخته با تأخیر استفاده میکنن. حالا اصطلاحاً اینجا بهش گفته پی لیتر، چیزایی که حالا آنلاین شما میخرید، پرداختش رو بعداً انجام میدید. احتمالاً چیزی مشابه اسنپ پی یا سرویس‌های مشابهی که میبینید، مثلا سر ماه پرداخت میشه یا یه چیزی تو این مایه ها. اسلاید بعدی بحث خریدهای آنلاین به صورت هفتگیه. حالا چقدر از اینا استفاده میکنن تو هفته؟ از بین کاربرای بالای 16 سال که چیزی رو حالا به صورت آنلاین خریداری میکنن هر هفته، حدوداً 55% اگه ببینید توی این چند ساله، میانگین 55% از افراد به صورت هفتگی خرید آنلاین داره. و تو سالهای مختلف بالا پایین شده، بیشتر نوسانیه، یعنی روندی توی این 3 سال اخیر نداشته ظاهرا. حالا به تفکیک جنس و سن هم که مشاهده میکنید، این هم باز یه حالت نوسانی، روندی نداره. بیشترین خریدها مال بازه 35 تا 44 ساله و بین کلی هم که خانوم ها ظاهرا بیشتر خرید میکنن و این اختلاف هم بعضی جا معنادار میشه. مثلا بین همین 35 تا 44 سال حدود 5% اختلاف وجود داره. حالا جاهای دیگه کمتره تو بازهای سنی مختلف، ولی خب به طور کلی اون چیزی که میبینید، زنها بیشتر از خرید اینترنتی استفاده میکنند. اسلاید بعدی بحث محرک های خرید آنلاینه. این که حالا از بین کاربرای بالای 16 سال پرسیده شده که چی باعث تشویق میکنه شما رو که یه خرید آنلاین انجام بدید، اینها رو حالا به ترتیب اعلام کردن. تنها آیتمی هم که بالای 50%، یعنی 50.9% افراد بحث تحویل رایگان رو مطرح کردن. یعنی 50% افراد گفتن اون اگه تحویل رایگان باشه منو حالا تشویق میکنه که حتما اون خرید رو بگیریم، ارسال رایگان داشته باشه. بعد از ارسال رایگان بحث تخفیف هاست که 39.1% افراد این رو به عنوان عامل تشویقی معرفی کردن. بحث ریویو هایی که مشتری ها میذارن، نظراتی که مشتری ها گذاشتن، 32.1% گفتن این موثره. بحث سیاست های پس دادن آسون بعدی که حالا یعنی اگر سرویسی به راحتی پس بگیره جنس خریداری شده رو، روی خرید از اون سرویس تاثیر مثبت داره. 31.2% افراد اینو گفتن. بعدیا هم دیگه حالا بدون درصداش به ترتیب بخونیم. بحث خرید آنلاین راحت، بحث تحویل روز بعد، احتمالا منظور اینه حالا عرفاً اگه حالا تحویل ها چند روزه باشن، اگه روز بعد بگه براتون میارم،
یعنی با یه روز اختلاف بین خرید تا تحویل باشه اثرگذار. تحویل روز که دیگه بعضی از فروشگاه دارن احتمالاً خب اثر بیشتری داره. امتیازهای وفاداری، کامنت ها و لایک ها توی شبکه اجتماعی و دیگه حالا میایم تا آخریاش هم بحث حالا خرید به عنوان میهمان. جالب اینم یعنی نیاز به ثبت نام نداشته باشه برای خرید و عوامل دیگه هم که حالا خودتون میتونید مشاهده بکنید. حالا این محرک ها توی سنین مختلف درصدهای مختلفی دارن. یعنی اون درصدهایی که توی اسلاید قبل دیدیم اینجا به تفکیک گروه سنی دیده میشه. مثلا تحویل رایگان یا ارسال رایگان برای 16 تا 24 ساله 47% حدوداً، برای بالای 65 ساله 75.7%. یه اختلاف اینجوری داره. توی بحث تخفیفات تقریبا شبیه همه، باز بالای 65 ساله های اختلاف معناداری داره، حدود 50%. بقیه حدود حالا 38-9%. حالا تا توی گروه سنی هم به 40 میرسه. و حالا به همین ترتیب به گروه سنی اینجا میتونید ببینید. حالا برای اینکه زیاد وقتتون رو نگیرم من زیاد وارد جزئیاتش نمیشم. بحث خرید خاروبار به صورت آنلاینه. حالا مایحتاج روزانه شاید بتونیم بهش بگیم، یا بخشی از مایحتاج روزانه یا خاروباری که حالا به صورت مصرفی تهیه میشن، اینا باز حدود 27-8%. میانگین رو اگه ببینید از سال 2022 تا 2024 تقریبا با یه نوسانی بین 26.5 تا 28.2 اینا مردم اینقدر از افراد به صورت هفتگی اون خاروبار مورد نیازشون رو به صورت آنلاین خریداری میکنن. باقی افراد هم طبیعتاً به صورت حضوری خریداری میکنن. حالا تو این اسلاید بحث خرید خاروبار به صورت آنلاین رو به تفکیک گروه سنی و جنسیت میبینیم. از نظر جنسیت همونجوری که مشاهده میکنید زنها بیشتر از خرید آنلاین استفاده میکنند. بین بازه 25 تا 44 سال یعنی این دوتا وسطی هم حجم خرید بیشتره. البته 45 تا 54 سال هم باز نزدیک به ایناست. توی سنین خیلی بالا و سنین پایین کمتر مشاهده میشه این. اسلاید بعدی بحث خرید غذای آنلاینه. اینجا درصد کاربرای بالای 16 سالی که از وبسایت‌ها یا اپ‌های خرید آنلاین غذا استفاده می‌کنند به صورت ماهانه. این عددها هستند. سال 2022 تا فصل 2 2023 اونجوری که می‌بینید هولوش 31% بالا پایینش. از اونجا این از فصل 3 2023 به بعد ما شاهد یه رشدی هستیم که میره به سمت 40%. حالا از فصل 1 2024 به بعد هم بالای 65 ساله هم لحاظ شده که درصد خیلی تغییر خاصی نکرده. حالا همون آمار رو به تفکیک جنسیت و بازه سنی اگه ببینیم، توی حالا 3 تا گروه اول بالای 40% هستن، به 45 سال به بالاها زیر 40% اومده و هرچی میره بالاتر کمتر هم میشه. یعنی برای مثبت 65 ساله ها هولوش 10-11% اومده. به طور کلی هم توی گروه‌های مختلف زنان بیشتر از این نوع خرید استفاده میکنن. بعدی بحث خرید محتوای آنلاینه. حالا چیزایی بود کالای مایحتاج روزانه و خوراکی و اینجور چیزا بود، یا حالا خریدهای دیگه خریدهای فیزیکی بود. اینجا دقیقا خود محتوا، یعنی هزینه‌ای که برای محتوا میشه. همونطوری که میبینید تقریبا حدود 68% افراد محتوای آنلاین خریداری میکنن و توی 2-3 سال اخیر تغییر خیلی خاصی هم نداشته و صرفا یه نوساناتی داشته. بیشتر از 2/3 افراد، یا دقیق‌تر بگیم کاربران اینترنت بالای 16 سال اقدام به خرید محتوای آنلاین میکنن. به تفکیک سنی هم که مشاهده میکنید اینجا، تفکیک سنی و تفکیک جنسیت، حالا توی گروه‌های سنی پایین‌تر این بیشتره و هرچی بالاتر میایم به طور کلی پایین‌تر میاد. عموما درصد بیشتری از مردم محتوای آنلاین خریداری میکنن، غیر از حالا 2 تا بازه، یکی 35 تا 44 سال که زنها یکم بیشترن و یکی 55 تا 64 سال. حالا چه نوع محتوایی رو میخرن؟ این نمودار نشون میده که چه درصدی از کاربرای بالای 16 سال به صورت ماهانه هر کدوم از این محتوای دیجیتال رو خریداری میکنن. 31.8% که بالاترین عدد این نموداره مربوط به سرویس‌های فیلم و استریم تلویزیونه.
اصطلاحاً سرویس های VOD یا مشابه اون هستن. برای فیلم دیدن و سریال دیدن 31.8% افراد هزینه میکنن. بعدی خدمات موسیقی آنلاینه که 21.9%، اختلاف زیادی با سریال داره. و بعدی ها هم دیگه همینجوری میاد پایین، سرویس های دانلود موسیقی، اپ های موبایل، بازی موبایلی حالا 15.6%، محتوای آموزشی یا درسی که حدود 11.7%، ای بوک رو میبینید 10% به خودش اختصاص داده. و میاد آخرین چیزا هم که اشتراک مجلات آنلاین و بسته‌های نرم افزاری و غیره هستن. اسلاید آخرم توی این قسمت هم آمار اسلاید قبلی رو به تفکیک سن نشون میده که حالا مثلا برای فیلم و سریال یه چیزی کمتر از 30% بین 16 تا 24 ساله ها هزینه میکنن. توی ردای بعدی ما یه رشد رو داریم تا این بازه وسطی 35 تا 44 سال که به 34% میرسه. باز دوباره از اونجا شروع میکنه کاهش پیدا کردن. برای سرویس های موسیقی آنلاین هم توی دو گروه اول ما حدود 25% رو داریم که کاهشی میشه، برای بالای 65 ساله ها به 10% میرسه. جالبیش اینه بالای 65 ساله ها ای بوک ها، حالا کتاب های الکترونیکی گزینه سومن. توی 55 تا 64 سال یکی مونده به آخر. توی 35 تا 54 سال این دو تا ستون وسطی آخرن. توی 16 تا 34 سال دو تا ستون اول حدود 11% و یکی مونده به آخر هستن. ولی باز جالبه بین سرین مختلف حدود 10% میبینید. همینجا هم که باز پایینن آخری هستن، مثلا حدود 11% ای بوک استفاده میکنن. ولی حالا بالای 65 ساله ها با این که ردیف سومه باز 58% استفاده میکنن. کلا استفاده محتوای آنلاینشون یکم پایین‌تره. طبیعی هم هست. تو سنین بالا کمتر، اونم باز هزینه‌های برای خرید محتوای آنلاین کمتر هزینه میکنن. خب اینم اسلاید آخری و پایان قسمت 4 این مجموعه ویدیو. منتظر قسمت بعدی باشید.